ویسایی ازتون نرم موقع زوزه کشیدن به دستور اربابتون. دم تو بنیادت اگه تو اینو میدونستی و اون دیسبکو به من دادی. خدا میدونست مامانت بمونه قراره چه گشی و نظاره گر باشه. حداقل میذاشتی اون خانوم دسته گلت خاکش خوش بشه. بعد از فوت مادر آشنا همه فکر میکردن که مشکی و آشنا اختلافاشون رو کنار گذاشتن، اما یه دفعه دعوا از نو شروع شد. مشکی توی صحبتش گفت که آشنا یه سری کارهای عجیب کرده و حتی تهدید کرد که مدارکشو داره، اما این تازه شروعشه. واقعا چی شده که کار به اینجا کشیده؟ چه حرفهایی زده شده که حتی خانواده ها رو هم وارد این دعوا کرده؟ اگه به پخش کردن پشت صحنه و چیزهای شخصی و اسکرین شات و اینا باشه که ما از همتون یه چیزایی داریم که فقط الله و علم، چون یکی از صفات الله ستارالعیوبه، منم ستارالعیوب میشم، از عیبتون چشم پوشی میکنم. ولی بخواید کش بدید این داستانو، یه چیزایی ازتون رو میکنم که شرمنده خونوادتون بشید دیگه، نتونید تو چشای ننه آقاتون نگاه کنید. من خوب میدونم کدومتون رینگ فشه، خوب میدونم کدومتون فوتشه، خوبم میدونم کدومتون دوست داره تو رابطه جنسیش برده باشه. یه وایسایی ازتون نرم موقع زوزه کشیدن به دستور اربابتون. لا اله الا الله، لعنت به دل سیاه شیطون. خلاصه کش بدید کش میدم کشتونتون پاره شه دیگه، با اعصاب روان من بازی نکنید. لازم به ذکره که یه چیزی رو براتون تعریف کنم. یادتون میاد زمان دیس و دیس بازی ابوالرط ملتبار جغی نژاد اوب پسند اومد هوچیگری در آورد، گفت دانیال مشکی پیج منو زده؟ ابوالفضل خدا رو شکر که مادرت رفت و این روزای تو رو ندید که من قراره چجوری خار و ذلیلت کنم. امنیت پیج ابوالرط ملتبار جغی نژاد اوبی پسند یه شخص قابل احترام و خفن به اسم سعید هانتره. عمو سعید از همینجا عرض ادب و احترام. این عمو سعید امنیت پیج منم است. برای اولین بار که من عمو سعید رو ملاقات کردم، علی آقا کلمبم شاهد اینشه. سلام علیکم فلان و این داستانا بحث افتاد که کی پیج اونو زده فلان. سعید منو نگاه کرد گفت من همون موقعم به ابوالفضل برگشتم گفتم بابا زدن پیج تو از اینا بر نمیاد، اصلا پیج زدن کار هر کسی نیست، 1000 تا داستان داره این مر اون مر فلان. من میدونستم دانیال مشکی که کار تو نیستش، تو نزدی پیجشو. بهشم گفتم که نگو به مردم که دانیال پیج تو رو زده، چون اصلا کار اون نیستش. خواستم بهتون بگم یه ذات خراب، نجس، کثیف به این وقاحت و به این شدت تو کل عمرم ندیده بودم که یه بزرگتر بیاد بهش بگه که امرتون دهن کوچیکت، با اون دهن کوچیکت انقدر گوی گنده نخور. زمان دیس و دیس بازی که تموم شد و من تسلیت گفتم فوت مادر ابوالرط ملتبار جغی نژاد اوب پسندو، این اومد برگشتش گفتش که بعد از اینکه من تسلیت گفتم رفتیم توی تلگرام با هم صحبت کنیم، سکرت چت باز کرد. صحبت کردیم و بهش گفتم این حرفا چرا چیه داری میزنی آخه؟ الکی واسه خودت از اون ور به این ور دو بریدی و دوختی چر سرم کردی. برگشت گفت داش واقعیه دیگه فلانه دیگه، تو دهنت دیدی من رضا نیستم، ببین اون 81 و یکیشو من نکنم تو ول کنه این قضیه نیستم، مهم نیستش میخواد چی بشه، مهم اینه که من تو یه نفر رو پاره کنم تو شهرت و فیم و ویو این کس. چرا برگشتم گفتم ابوالفضل واسه این که به مردم برگشتی گفتی من وصلم چه سندی داری؟ گفت همین که نمیگیرنت دیگه. گفتم ابوالفضل تو خودت بهترم من میدونی چرا کسی نیومده بالا سر من کسی نبودم، در ابعاد جهانی نترکیده بود کارم. توماج و شروین رو اگه گرفتن بابا اینا، شروین که گرمی گرفت، توماج که از 24 ساعت 28 ساعت ایران اینترنشنال و کوفت و زهر ما رو هر شبکه خاطه‌ای که من تو سردرشه توماج رو نشون میداد، واسه اینا گرفتنش. یه مکس ریزی کرد نوشت داداش من میدونم چرا نمیگیرنت،
اینا دیگه کسی رو نمیگیرن گنده کنن، اینا با آبروش بازی میکنن، جلو مردم بی‌اعتبارش میکنن. ابوالفضل ملتبار جغی نژاد اوب پسند، یعنی من رم تو بنیادت اگه تو اینو میدونستی و اون دیسبکو به من دادی که من نیست. من دارم دروغاتو جلو مردم نشون میدم که چه حرومزاده ای هستی تو، چه کثافتی هستی تو. با 17-18 سال سنت انقدر که تو لاشی، من با 22 سال سنم کف خیابون انقدر آدم لاشی ندیدم. یعنی کارتون خوابای خیابون سگشون شرف داره به تو و امثالت. تو اکیپ تو هر کشی که داره از تو حمایت میکنه. ببین همه تونو کله پا میکنم، به قیمت جونم هم شده باشه تموم بشه این داستان، من همه تونو کله پا میکنم. انقدر لاشی تو، انقدر پس فطرتی. یعنی من بره تو اون کله یکید الان بعد این وایسا نیایی بگی آوی مردم این همونیه که از فلان و فلان حمایت میکرد الان داره فوش ناموسی میده. اولا نشکه که خان تو زن و بچه نداری، دومندش هم خاک تو سر اون دختری که بخواد زن تو بشه و بدبخت اون کسی که بچه تو بشه. ببین تو دی ان ایت نجسه ابوالفضل، تو دی ان ایت ناپاکه. من وسط پیشونیم خاریده بود که تو توریه برگشتم گفتم به پسر یه خونواده میده فیم و شهرتو، ولی در عوض سلامتی مامانه رو میگیره. خدا میدونست مامانت بمونه قراره چه گشی و نظاره‌گر باشه در ابعاد مجازی. خدا رحمتش کنون بنده خدا رو. نیایی بگی ناموس فرست فلانو، همه میدونن فوش به چه کسی حلاله، همه میدونن فوش به چه قشری حلاله. حیف. ببین باز خدا تو شکر کن که ما رمزون ابوالفضل، خدا تو شکر کن ما رمزون. راستی ابوالرت ملتبار جغی نژاد اوب پسنده بی‌تبار، من پدرم. آره سرمون وایسه اون دوست دخترت فیست که من حسابش نکردم با همون وایست زده بود فیلم خود ارضایی شد فرستاده بود برام. این که چی هستن زشته، من وقاحت میدونم گفتن این چیزو ادامه دادنشو. نمیخوای بابا مهدی رو جمع کنی؟ مهدی عظیمی حامی قدرتمند و پدر نمونت تو ترد دنبال دختره 15-16 ساله میگرده. خاک تو سر خودت و خانوادت، خاک تو سر خودت و بابات کنن. خجالت بکش از اون مرد مهدی عظیمی، از اون موی سفیدت خجالت بکش. سن خر حضرت مرتضی رو داری، خجالت بکش. تو ترد دنبال دوست دختر میگردی لامصب، حداقل میذاشتی اون خانوم دسته گلت خاکش خوش بشه بعد این کارا رو بکنی. من نمیگم شق درد نداشته باش، بالاخره من مردم تو نری، نمیگم دنبال شهوانیتت نرو، دیدگاه من با دیدگاه تو خیلی فرق داره. من مردم تو نری، پسرت نره. یه چوس معرفت ته دل نرا هم هست حتی. من دیدم گربم مثلا مادش مرده یا ماشین زیرش کرده تا 1-2 ماه نبوده اصلا، هر رو گریه میکرده. تو که دیگه آدمی. آخه آدم، کلمه آدم وقتی شما ها رو میبینم افوشم بدتره.